با شروع جنگ ایران و آمریکا در ایران، اصلاح طلبها و اصولگرایان با کنار گذاشتن اختلافات سیاسیشون، ارتش و سپاه با یکپارچه‌سازی قوای نظامی و ایجاد یک اتحاد بزرگ سعی کردن دست برتری ایران تو جنگ افزایش بده. اما از طرف دیگه ماجرا آمریکایی‌ها ایجاد اختلافات گسترده سطح طرفداران و مردم، مخالفت رسانه‌ها با جنگ و ایجاد بیشتر بحران‌های سیاسی و رسانه‌ای در سطح افکار عمومی دست برتری تو جنگ دست دادن که هیچ تو سطح افکار عمومیشون دارن روز به روز منفورتر میشن. امروز در این برنامه از سری برنامه‌های فانوس مدیا به نارضایتی‌ها و چند دستگی در جامعه آمریکا درباره جنگ با ایران میپردازیم. با ما همراه باشید. تو یکی از برنامه‌های چند شب پیش شبکه معتو تینا قاضی مراد مجری این شبکه یه دروغ شاخ‌تری مطرح کرد. اون گفت آمریکایی‌ها و پهلویچی‌ها 90 میلیون سرباز داخل ایران دارن. این همون چیزی است که شاهزاده رضا پهلوی به درستی بهش اشاره کردن. گفتم ما با سرباز روی زمین احتیاج نداریم، ما 90 میلیون سرباز روی زمین داریم. اولا خانم قاضی مراد گنده‌تر از دهن راجع به 90 میلیون ایرانی حرف نزن. وقتی میگید 90 میلیون ایرانی راجع به هزاران نفر با هزاران عقیده و سلیقه داری حرف میزنی که قطعا نمیتونی به نفع خود مصادرهشون کنی. دوم اگه شما انقدر هوادار داشتی که دیگه حمله نظامی به ایران نمی‌کردین، راحت حکومت سرنگون می‌کردین، صاحب قدرت می‌شدین. سوم اگه طرح جان فدا بذاریم یه طرف، طرح وکالت میدیم شما 100 تا طرح بذاریم یه طرف دیگه، وکالت میدیم با 500,000 رای، جان فدا با 30 میلیون رای، میفهمین کی طرفدار داره. چهارم یکی دیگه از مجریان شبکه یه حرف جالب‌تری زد. گفت اون چیزی که من دارم از جنگ ایران و آمریکا می‌بینم بعید میدونم آمریکا بتونن به ایران حمله زمینی کنن. این اعتراف در راستای تعریف تمجید از سیاست نظامی سپاه ارتش تو روز اول جنگ بود که داره سیاست ارتش ما رو نشون میده که چرا روز اول جنگ اولین اقدامی که ارتش ما کرد حمله به پایگاه آمریکا بود. چرا می‌خواستن با حمله پایگاه آمریکا احتمال خطر حمله زمینی به سمت جنوب ایران، به شهرهای جنوب ایران رو مهار کنن. چرا که تا سر جنوب ایران پایگاه نظامی دارن. بحرین، قطر، عمان با یک حمله اول دریایی بیان به سمت جنوب، با شکست دادن نیروی دریایی ما بتونن نیروی نظامیشون پیاده کنن و خطر سقوط شهرها ایجاد کنن. اما خوشبختانه با حمله نظامی ارتش ایران این احتمال و این خطر جنگی هم شکست خورد. اما اگر از اردوگاه اپوزیسیون بیایم بیرون و به اردوگاه غرب نگاه بندازیم، هگست تو از سخنرانیش اعتراف کرده که هیچ کدوم از رسانه‌های آمریکایی، حداقل اکثریت رسانه‌های آمریکایی، همراهی با ارتش آمریکا نمی‌کنن و حتی دارن به تبدیل شدن به تریبونی در مخالفت با جنگ طلبی‌های ترامپ و ارتش آمریکا. A note to the press, to the press corps, to the American media. As I just can't help but notice the endless stream of garbage, the relentlessly negative coverage. Okay, right. Well, no, obviously he has to defeat the American media first, but then Iran. In the press, you only seek the negative, earning each and every day the fake news label. دلایل خودشون دارن. افزایش قیمت سوخت، هزینه تراشی هایی که جنگ لحاظ مالی داره برای جامعه آمریکایی ایجاد و از همه مهمتر اینکه امریکا در جنگ ایران و اسرائیل خودش داره قربانی منافع اسرائیل میکنه. اون هم به اعتراف وزارت امور خارجه آمریکا، هم به بیان رسانه‌های غربی. اما فراتر از رسانه‌ها در آمریکا جنبش مگا که از جنبش‌های طرفداری ترامپ بوده و از دلایل پیروزی ترامپ بعد از حمایت ایلان ماسک همین جنبش مگا بوده. امروز دچار یک ریزش بزرگ شده به طوری که اینفلوئنسرهای معروف این جنبش اعلام کرد که از این جنبش اومده بیرون و حتی علیه ترامپ هم شروع فعالیت کردن. 2 days ago I posted this video burning my MAGA hat and it got 4.5 million views. People on the left think I'm a Democrat now. People on the right are split on it. So let me clarify. I voted for Trump in 2024 and it was my first time voting. I supported him in 2020 and 2016. So why did I burn the hat? 4 reasons. He promised no new wars. America and Israel started a new war with Iran, which closed the Strait of Hormuz and left the whole world in a worse position than before the war. He promised mass deportations. He said 15 to 20 million people over his term would be deported, and in 2025 we got around 500,000 deportations. Number 3, he said he'd cut government spending and decrease the deficit. Doge completely failed, and the big beautiful bill actually increases the deficit. And the biggest one is this is simple
simply not the Trump of 2016. In 2016, him and MAGA were a genuine populist movement. He wasn't taking big donor money. 55% of his donations came from regular people giving small amounts, while in 2024, less than 30% came from those same small dollar donors. And just 10 mega donors, including Elon Musk and Miriam Adelson, made up 44% of his funding. So when you take money from billionaires, they expect a return on their investment. And the final straw was that post from Trump depicting himself as Jesus. Some of you will say it was a doctor because Trump said it was. I don't know about you, but my doctor doesn't come into the room floating, wearing a robe, and healing me with glowing hands. Trump is a human being who lies just like the rest of us, and nobody should be treating him like a god, like everything he says is true. The way I see it, Trump has become the swamp he once promised to drain. این اتفاق خطر شکست جمهوری خواهان و ترامپ و هواداران ترامپ سیاستمداری در آینده از سمت اون به عنوان نامزد در انتخابات آینده سنا و ریاست جمهوری آمریکا معرفی شدن بیشتر میکنه، که یعنی هم در انتخابات مجلس سنا امسال آمریکا هم در سالهای آینده ریاست جمهوری آمریکا شانس پیروزی دموکرات‌ها قطعاً بیشتر خواهد شد و این هم در جنگ با ایران تاثیر داره، هم در سیاست‌هاشون با ایران قطعاً تاثیر خواهد داشت. ناامیدی اپوزیسیون، نارضایتی رسانه‌ها، نارضایتی هواداران، ریزش هواداران، همه خبر از یک درگیری بزرگ در آمریکا میده. یک نارضایتی که منجر به سقوط ترامپ از قدرت میشه و حتی احتمال پاپس کشیدن آمریکایی‌ها در این جنگ رو بیشتر میکنه. من احتمال اینو میدم که تو ادامه این جنگ متاسفانه نه شاهد یک توافق صلح، بلکه خوشبختانه به نوعی مثل جنگ امریکا با عراق، جنگ امریکا با ویتنام یا جنگ امریکا با افغانستان یه پاپس کشیدن باشه. وقتی آمریکایی‌ها ببینن نمیتونن جای اشغال کنن، بدون هیچ گونه توافق صلحی پاپس میکشن و جبهه رو به نفع اون کشور برنده خالی میکنن. یعنی ما به جای اینکه شاهد توافق صلح بین ایران و آمریکا باشیم، از جایی که مذاکرات بارها شکست خورده، امریکا بدون هیچ مذاکره جنگ رو رها میکنن، فقط با ادعای حالت پروپاگاندایی که آره ما پیروز شدیم، آره ما تأسیسات ایران از بین بردیم، همین برای ما پیروزی، آره ما آقای خامنه‌ای کشتیم، قطعا ما پیروز شدیم. جنگو ول میکنن، اروپایی ها رو ول میکنن و ایران که صاحب تنگی هرمز شده نفوذش در منطقه رو بیشتر میکنه و دست برتری با ایران خاتمه پیدا میکنه. چیزی که من دارم احتمالش رو میدم این نبرد با پاپس کشیدن آمریکایی ها به نفع ایران تمام خواهد شد. هرچند در انتخابات آینده هم پیروزی به احتمال زیاد به نفع دموکرات خواهد بود، چون الان نارضایتی در سطح عمومی به شدت علیه ترامپ بیشتر خواهد داره میشه. حالا باید ببینیم در آینده چی میشه. ما تو ادامه سری کلیپ هامون سعی میکنیم به این مسائل بپردازیم، شرح بدیم، توضیح بدیم و تا حدودی شما راهنمایی کنیم. با لایک، با بازنشر، با دنبال کردن ما، با دونیت ما رو تشویق میکنیم، ما رو حمایت میکنیم و از همونتر دلگرممون میکنیم به ادامه این فعالیت ها با ما همراه باشیم. پس ممنون.